بلم کن دیگه اسکل خر روانی تو سلام چطوری؟ خوبی داداشی؟ چه خبر؟ سلامتی جامعه هیچ بابا اصلا سر رفته منو از اول النگداره تو اینجا آوردی چیکار داری؟ من چیز بهت بگم بگو خوش گوشی نمیشه صحبت کرد بگو موقعیتشو بخون نمیشه بهت بگم راجع به کیه؟ اتفاقی افتاده؟ راجع به خودم دوتا بگو بگو دیگه تا خوشگل شدی من مرسی همیشه خوشگلم الان میدونی حسم چیه؟ چیه؟ مثل قضیه میگی که داداش آبجی میگم زدم کراش تو هم میگی شدی آقا یعنی چی؟ فکر کنی چرا قضیه رو میپیچونی؟ کارتو بگو چی شده؟ بگو دیگه خیلی دوست دارم میخواستی اینو بگی؟ خب منم دوست دارم داداشی 3-4 نگو داداشی دیگه یه حرفی مامان رو داداشی 3 سال 4 سال با همین مثل داداشمی دیگه یعنی چی نگو داداشی؟ هر کی مامان میگه داداش ابا من که هرکی نیستم من از اول بودم تو هر کسی بگو چی شده چی میخواستی بگی؟ من خیلی وقت خوب دوست دارم هی میخوام بهت بگم میگی تحویل من میدی مثل آدم بگو مرگت چیه دیگه دوست دارم دوستم نداشته باش مازنم بشی چرت نگو من خودم نامزد دارم زن تو بشم اسکل میزنی منو کشوندی تو اینجا این حرفا رو به من بگی من چی بگم باید چی بگی یعنی چی بگم فکر منو خراب نکن مثل آدم حرف بزن همینطوری دوست دارم حرف بزنم مدلمه به من گفتی پاشم بیام اینجا که این دی بازت چیه من نمیدونم باید تو با من دوست بشی من با تو دوست بشم چی زدی خوبی حالت خوبه نرمالی اوکی بگو چه مرگته بگی چه مرگته ها من اصلا من نمیدونم من حوصله ندارم باید به من رل بزنی گوه نخور میگم باید رل نمیزنم میخوای چیکار کنی همینجوری میگم بکشم بیا بکش دیگه ببینم میتونی منو بکشی چیه چرت نگو دیگه باید رل بزنی من با تو رل نمیزنم من خودم نامزد دارم چرتم تحویل من نده پاشو بریم خونه مامانم داره میاد دنبالم خانمانه دیگه نمیتونی یعنی چی دست خودم مامانم اینجا بده بلند یا برو گم شو چرا چرت میگی منو بلند نکن میگم میزنم به تو ما چی صحبت کن دوست دارم صحبت کنم به تو چه میزنم هر کی دوست دارم بگی چاش یا برو گم شو جمع کن خودتو یا زیر گوشه تو بزنی زیر گوش منو آره خدمت کنی آره اون خط خندیدم فاز گرفتی ها میگن نباید برکی رو داد پروش رو جاییدن من اصلا همچین فکری رو راجع به تو نمی کردم تو پررو شدی باید اینجوری بتونم در مورد من کنی از این بعد دیگه من آدم ثابت نیستم از این بعد من دیگه به تو نزدیک نمیشم اینو ور کارت دارم نمیام بلند شو نمیام میخوای چیکار کنی نمیام ما چی بهت میگم نمیخوام نشون بدی برو بلند شو نمیام تو باید زن من بشی نمیخوام تو بالا منی ایشه میدونی که مخفف ایش چی میشه چی این ان شاء الله بود ان شاء الله که زنم میشه بلند شو وای ولم کن بلند شو میگیرم میزنم تو بلند شو اوف جان میشه خفشی بلند شو ببینیم نمیام یه خرگوش اینجا بود بندی کشتی چرا چرت میگی تو چرا چرت و پرت تحویل من میدی یه خرگوشه بده چون نمیخوام صحبت میکنم چرت نگو چرا این حرفا رو میزنی فاز چیه ببینیم من نمیدونم باید بریم اون من نمیام اینجا همینجا بگو من نمیدونم همینجا بگو بابا این چیزو بده کن گو نخورم اینجا بگو من یکی می بابا لامپش بده خفه شو ببین لامپش نمیخوام بری لمپش بهشی اسکول دیوانه بگو خوردم نمیگم بخوردم گو میخوری با من اینطوری حرف میزنی تو من نمیشه تو من اینطوری حرف میزنی ببینیم نمیام ببینیم میگم بلم کن میگم بلم کن دیگه اسکول خر روانی تو ببین باز دوباره کتک میخوای؟ حقیقت رو زیاد بگم بگو تا چک بخوری دوباره یعنی با من لامپش نمی چرا اینقدر زر میزنی؟ چرا اینقدر چرت و پرت تحویل من میدی؟
با منم آره تو ایران تنها داداشی هم با هم برسن خب اوه دوست دارم بکوبم به دیوار میفهمی؟ لازم منه دیگه برو گم شو نفهم اینجا دیواره این دیگه بیا هیچ دیگه نیست دیگه من خودم برم میگم چرت نگو اه کسی که نمیبینه خفه شو دیگه میبینی هنوز میبینه خرگوشه دیگه برو خودت خرگوشه رو ببین منم نمیگم برو گم شو برو دیگه اون سری به دیگه من اون سری به من نشون دادی اون سری به من نشون دادی الان مرده ببینی جانش کنه باشه دیگه دردم گرفته جوری مفی داشته نگرفته چی دور مفی؟ حرکان نیماره حقته دور مفی چی؟ اسکان ترسیدم روانی اینجا چرا شما بیشعوری من میگم از این حرفا از تو بعیدا یه لایک نشان بده شوزم لایک قشنگ دو دستی یه دستی خوبه دیگه دو دستی دو دستی راضی هستی بخش بشه چی کارت کنم خب حسابی کتک خوردی پخش بشه خب بریم اومد این دیگه کار نه نه هر چیزی زدی